با سلام. طرز تهیه شمع روبیک قلب. یه قالب سیلیکونی با طرح روبیک قلب نیاز داریم که باید برش بدیم که راحت تر از توش شمع خارج بشه. قبل ریختن پارافین باید قالب رو با سشوار گرم کنیم. پارافین ذوب شده رو داخل قالب میریزیم و آرام آرام بهش ضربه میزنیم تا حبابی نباشه. در دمای محیط قرار میدیم تا خودشو بگیره. اینم از شمع روبیک قلب که از قالب درش آورد.